آقا بخواد بیاد دیگه. درود بر شما، درود بر ایرانیان، درود بر همه ملت ایران. الان شما را دیدم خوشحال شدم. این خونه کوچیک، کلبه کوچیک پر شده. من خیلی خوشحال شدم آقا چه شما تشریف آوردین خونه من. چند سال من مشتاق بودم که شما بیایید. به همه میگفتم بابا رهبر مال منم هست، مگه نبود سمون هست. این رهبر برای همه هست. خواستم ببینم. خوش آمدید. خوش آمدید. من از خوشحالی گریه می‌کنم. پدر هیچ وقت مثل حالا خوش نبودم خیلی آرزو داشتم که شما پدرشون سنگین خدا انشالله همیشه شما رو خوشحال کنه. انشالله همیشه خدایا قربونت برم چه سعادتی نصیب ما شد امشب. قربونت دست. خواهد آقا دیگه مریض نمیشم انشالله. به خدا که هیچیم نمیشه. انشالله. میفرمی فارسی بگیم خانم. میگم اذیت نکن. اذیت؟ حاج آقا اذیت نکن. دستش نکن. نه من گرفتم دستش. از بس خوشم آمد از خیلی ممنون. ما با امید زندگی کردیم حاج آقا، ولی شما که تشریف آوردید امیدمون بیشتر شد. خیلی مرخص فرمودی؟ گاهی خدا از سلامت. خدا حافظ. خدا حافظ قربان میشم. عجب سروی، عجب ماهی، عجب یاقوت تو مرجانی، عجب جسمی، عجب عقلی، عجب عشقی، عجب جانی، عجب لطف بهاری تو، عجب میر شکاری تو، در آن غمزه چه داری تو، به زیر لب چه میخوانی، عجب حلوای قندی تو، امیر بی گزندی تو، عجب ماه بلندی تو که گردون را بگردانی.